Ағназаров با یک تکی سفید. پهلوانی خوشنام، پهلوانی موفق در کشتی ملی. حالا برای رقابت با نماینده رومینیا دست و پنجه نرم کرده است و خیلی با دقت شروع میکند رقابت رو. افغان‌های مخلصان اینجا رسمی‌های آنها خوب احساس میشود. اندری از رومینیا نیز خیلی با سرعت حرکت کرده ایستاده است. حالا که بچه نزدیک بود برای ағназар. کوشش بسیار عالی علاقی در اونه و پرتاب زیبا از طرف ағназар назаров. امتیاز پهلو میگیرد او. کوشش نوبتی ағназар رو ببینیم. این دفعه بدن و به طوری خیلی نظررس پیش صف است ағназар назаров. از سر دو آستین رقیب گرفته است سالو پهلوانی ما، ولی نتوانست این وضعیت کار کرده. به هر حال ادامه میدهد تلاش‌های خود را. خیلی طولانی می شود کوشش های ағназар назаров برای گرفتن گریبان رقیب، برای سر کتف برداشتن رقیب. واقعا اندری غینیا نیز خیلی آمادگی جدی داشته است که تا این دم مقابل ағназар назаров پاییده توانست، ایستاده توانست و هرچند امتیاز به دست نآورد و حالا یک آگاهی هم دارد، کوشش میکند که بر مقابل پهلوانی ما هنرنمایی خوب داشته باشد. اندری غینیا اولین حرکت خود رو انجام داد و تنبه با خاطر اشتباه عمل کردنش به او داده می شود.
دومین بدن маълум аст ки Ақназар Назаров метавонад бо ҳамин имтиёзҳо пирӯз шавад, вале медонед мо аз ӯ дар ин лаҳзаҳо як ҳолатеро интизорем ки албатта бо ҳалол пирӯз шавад. دورون اینجا با هم مشورت میکنن و با چی خلاصه میآیند. آگاهی نوبتی و این پیروزی حق‌نظر نظرов از دوستان ارجمند. پهلوانی ما پیروز شد. البته اگر رقیب آگاهی هم نمیگرفت تا آخر رقابت میبرد، ما باور داریم که حق‌نظر نظرов برنده بود. او البته از روی امتیازها پیشرفت بود و حتی میتوانست با اجرای کدام یک اصول رقیب را به تخت پوش بزند و حلال شود. ولی به هر حال این مهم نیست. مهم این است که حق‌نظر نظرов به دور دیگر گذشت و پیروز شد. اکنون ما دوستان عزیز باز یک پهلوانی دیگر را انتظار میشویم از خب پهلوانان خودی و این عمر رسولوف است که در وزن کمتر از 86 کیلو بر مقابل رقیب خود از بنگلادش جوی سجید حسین رقابت خواهد کرد.